صبح قشنگتون بخیر. آقا بذار اول اینو صافش کنم. من بیدار شدم بعد امروز به خاطر اینکه مشتری ندارم تصمیم گرفتم بذار بیشتر استراحت کنم، چون دیروز کلا 6 ساعت خوابیده بودم. بعد موهامو پاشوندم فیس کردم که بتونم یه دونه ماسک مو از چت جی پی تی پرسیده بودم، الان بهتون نشون میدم. ماسک مو رو گرفتم. مامان جان این غذا نیست. ببینید اینو باید بزنم به موهام بمونم. بذارید بهتون نشون بدم. اوربانه اسمش. بعد واسه موهای آسیب دیده است هیالورونیک و کلاژنه. اینو به کل موها میزنیم. قبلش هم که خیس کردیم موها رو. اینم که هنوز فکر میکنه این غذاشه. مامان قربونت بده. غذا تو چرا نمیارم؟ غذا بچه‌ها سفارش دادم نمیارم. جلوی موهای قشنگ من میده. خیلی بوی خوبی میده. نکن این کارا. نکن. این چی؟ خب در همین حین که اینو زدیم میایم یه کافی خوشمزه بخوریم. امروز خیلی دم داره هوا ولی خیلی باد خوبی میزنه. دمشون بیرون رو ببینید. کشتی همین الان رد شد رفت. دوباره یه کشتی بزرگ دیگه بیاد میام بهتون نشون میدم. خب من همچنان گاز عوض نکردم. اینو نادیده میگید. هم این باید عوض شه هم این. اینم کلا میخوام بردارم. در اینجا ببرم. چراغ اینجا واسهتون روشن کنم. ظرفم از دیروز مونده بعد بشورمشون. الان فعلا این کافی ببریم. کلاژن حتما میزنیم به کافیمون. امروز کافی آماده استفاده میکنیم. بزنیم یکم بیشتر. یه دونه اسکوپ کلاژن و آب جوش. یه ذرم از این قطره استراوا میگم استراوا اصلا یه برنامه ورزشی بود بچه‌ها. خیلی زیاد ریختم. برم شیر. اینم یه ذره شیر سویا، شیر وگانه. یه ذره میریزیم داخلش. خنکیش هم بره. این از این. اینم حلوا، مامانم حلوا درست کرد بود. من عاشق ظرف و ظروف چوبی ام بچه‌ها. کلا ظرف و ظروف که نه، همه چی. وسایل خونه، ظرف و ظروف. اینم از حلوا و کافی. بزنیم در این هوای زیبا بر بدن. خدایی مگه میشه عاشق زندگی کردن نباشه کسی؟ مگه میشه عاشق این زندگی نبود؟ چون ببین چه بادی میاد. الان باید بریم به ادامه زندگی برسیم. امروز باید کل خونه رو تمیز کنم. کلی لباس باید بندازم ماشین. بعد بریم اتاقم هم با هم تمیز کنیم. لباسا رو بندازیم. اصلا که راحت استراحت کنه اینجا با اون که زده بودم بهش. این لباسا رو اول میندازم. این واسه لباس مشکیه. یه دونه میندازم اینجا. بعد
از این عطرهای لباس میریزم. اینم اینطوری میریزم داخله. ببینید اینطوری هست. حالا من شبیه گله باید انقدر بوی خوبی میده نگم برش. بعد یه ذره نرم کننده جدا میریزم. حالا این روشنش میکنم. بچه سخت آشپزخونم 1.80 شب باورش نمیشه. یعنی اگه یکی مثل فرزان بیاد خونه من جا نمیشه زیر این سخت. هنوز تکمیل نشده خونه من. یعنی این واسه این کابینت باید بگیرم. بچه از این قابلمه ماینا به رودی هم این داره همچنان من واقعا عاشقشونم. حالا اول جمع میکنیم. اینو ببینید شما که
متاسفانه کجاست نمیتونم پیداش کنم، هر کاری میکنم آشپز کنم پیدا نمیکنم. مشکل دوم اینه که هر جا میرم یک پا میخوره به لب میز، درد میگیره، پا میخوره به لب مبل، درد میگیره، مدام